حتی برای توجیه مواضع خودشون میبینیم افراد وابسته به اونها میان از اهل بیت علیهم السلام هم مایه میگذارن، میخواید مذاکره کنید برید بکنید، ولی بیجا میکنید که بیاید امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام رو با تحریف تاریخ خرج مقاصد خودتون بکنید. امام حسین علیه السلام با عمر سعد مذاکره کرد. کجا امام دنبال مذاکره بود؟ البته قبل از این حضرت آقا حفظ الله تعالی علنا موضع بگیرن و حمله کنن که شما تاریخ رو اینجوری میفهمید. یه مصاحبه با من شد، گفتم این یا از روی بیسوادی است یا مغلطه کردن هست که برای توجیه کار خودشون دارن تحریف میکنن سیره پاک امامان علیهم السلام رو.